الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى انسان را موجود خاص قرار داده است و هم بعد مادی در انسان تشکیل شده از بعد مادی و مادیات و هم تشکیل شده از بعد معنوی و معنویات و لذا گفته می شود که انسان هم مشابهت به حیوانات داره و مشابهت به فرشتگان داره و ملائکه داره و ارتباط و اتصال با ملکوت عالم ملکوت داره و ارتباط و با عالم دنیا داره. روی این نیازهای انسان با سایر حیوانات متفاوتن، چون حیوانات تشکیل شده از بعد مادی و مادیاتن، معنویات در آنها نیست و لحاظا فقط نیازشون به خوردن هست، نوشیدن هست و حیوانات نیازم به استراحت دارند و نیازها را دارند، نیازهای مادی خودشون را دارند، برای تامین نیازها تلاش میکنند. پرنده ها را میبینید که شب استراحت میکنند و صبح زود پرواز میکنند به مرتع و کاچر و میروند برای خودشون غذای بخورند. برای کجا سرسبزه، کجا بهاره، کجا گیاه موجوده، کجا حشره است که شکار کنند. و انسان هم این بود نیاز مادی را داره، نیاز داره به خوردن، نیاز داره به آشامیدن، نیاز داره به استراحت، نیازهای بشری دیگر داره. انسان همه نیازهای دنیوی را داره و الله تعالی این نیاز را به تمامی
تکمیل کرده است نیازهای مادی انسان. ببینید بهترین غذا، بهترین لباس، بهترین مکان برای استراحت و آرامش، ترتیب ازدواج او را داده، برنامه برای فرزند و اولاد او کرده است که نیاز انسانه. تمام نیازهای او را الله تعالی برآورده کرده است. و وقتی که با کمبود غذا روبرو بشه و گرسنگی میل به طعام پیدا میکنه، وقتی تشنه بشه میل به آب پیدا میکنه. این میلانان به نیاز خودش میل پیدا میکنه و تشنگی که آمد انسان میدونه که بدن نیاز به آب داره و وقتی گرسنه باشه احساس میکنه که بدن نیاز به غذا داره. و همینطور عزیزان من، انسان از بعد معنوی تشکیل شده و روح انسان مادی نیست تنها، بلکه هم مادیه و هم معنویه. مادیه که در همین بدن شکل میگیره یکسری از روح انسان به اقتضای طبیعت حیوانیش، ولی یک بعد این روح معنوی هست و لہذا انسان تشکیل شده از مادی و هم معنوی و لہذا این نیاز معنوی را داره، نیاز به الله تعالی داره، میلش به سوی الله است، نیاز داره به آن که به الله رجوع کنه و اعمال را انجام بدهد انسان که روحش تقویت بشه، روحانیتش تقویت بشه، بعد ملکی تقویت بشود. و لہذا تمام نیازهای مادی را الله برآورده کرده است و این احسانات خدایه و هم تمام نیازهای معنوی او را الله تعالی برآورده کرده و لہذا این نماز گذاشته، ایمان گذاشته، اعتقاد به الله تعالی، اعتقاد به آخرت و اعتقاد به انبیاء علیهم، همه اینها ایمان تشکیل میشه از این معتقدات. و نیاز داره به نماز که نماز ملاقات با پروردگاره و راز و نیاز با الله تعالی هست و انسان این راز و نیاز را نیاز داره که خدا را ادای احترام بکنه به بارگاه الله و همانطور که الله تعالی خودش فرموده و تضرع و زاری بکنه به بارگاه خدا. نیاز داره انسان به زکات که از اموال خود زکات پرداخت بکنه و الله را بندگی کنه هم با جان و هم با مال و زکات اموال بدهد، علاوه از زکات خیرات و صدقات پرداخت کنه و لہذا این بعد معنوی را تقویت کند که دادن در راه الله تعالی یکی از اون عبادت هاست که انسان پاک میگردانه از گناه ها، پاک میگردانه از اخلاق زشت، رذایل اخلاقی، پستی های اخلاق، به فقرا برسه، به مساکین، به یتیم ها، به خانواده های بی سرپرست، به معلولین و انسان های مریض و زندانی و دیگر گرفتاران برسه، به جایی که نیاز است آنجا مساعدت کنه و کمک کنه. و انسان نیاز داری به روزه که از دیگر نیازهای حیاتی انسانه و روزه را حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یه عبادت بی‌نظیر در ساختن انسان و تزکیه انسان و تربیت انسان قرار دادن. انسان تربیت میکنه، انسان میسازه از درون، تحول در زندگی انسان میاره و انسان به یک بزرگترین نیاز، به یک بزرگترین ضرورت که تقوا هست، انسان را به تقوا میرسانه. و فرهیزگاران را الله دوست داره و فرهیزگاران با الله نزدیکن. نزدیکترین افراد در جامعه اون نیست که از فلان نسب باشه، سید باشه، اولاد پیامبر باشه، امام زاده باشه، بزرگ زاده باشه، بلکه نزدیکترین انسان اونه که فرهیزگار باشه. و این فرمودند که نزدیکترین انسان به الله، آن حضرت فرمودند نزدیکترین انسان به من هم فرهیزگاران، نه فرزندان نه اولاد، همه اونا نزدیکن، ولی از همه نزدیکتر فرهیزگاران. آن حضرت امام المتقینن، پیشوای متقین هستند، پیشوای پرهیزگارانند. پرهیزگار به آن حضرت نزدیکه و الله دوست داره پرهیزگاران را و روزه پرهیزگاری ایجاب میکنه. بله حضرت تاثیر روزه در ساختن جامعه انسانی، تاثیر روزه در ساختن جامعه بشری، تاثیر زکات در ساختن جامعه، تاثیر نماز در ساختن جامعه و تاثیر ایمان، اینها فوق العاده مؤثر. و جامعه هرگز به وارستگی نمیرسه، به شایستگی نمیرسه و ظرفیتش بالا نمیرود تا زمانی که این اعمال انجام بده و بالاخره ساخته بشه. او زمان است که این انسان با الله تعالی نزدیک می شود و انسان هم دنیاش راحت می شود و سکون در زندگی پیدا می شود و هم سکون روز آخرت پیدا می شود. هم دنیا نجات می گیره در دنیا از عذاب الهی و هم در آخرت از عذاب پروردگار نجات می گیره. روزه حیاتیه و روزه مهمه سروران گرامی. از این بابت مهمه که روزه در زندگی ما تحول می آورد، زندگی ما را دگرگون می کنه، زندگی ما را می سازه و به هر حال او مقام تقوا که از بالاترین مقام هست نصیب انسان می شود. و روزه بسیار مهمه و قرآن مجید همین فرموده است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه را ما بر شما فرض قرار دادیم همچنان که بر پیشینیان امتهای پیشین فرض کردیم. نماز و زکات و روزه و ایمان و اعتقاد و همه اینها فرایضی هستند که در تمام امتهای پیشین بوده و حالا ممکنه روزه ها کم و زیاد داشته و حالا ما در رمضان روزه میگیریم. روزه رمضان بر ما فرضه که ماه قرآن است، ولی اونها ممکنه که وقت دیگری روزه میگرفتن، ولی نفس روزه همیشه در همه او پیشینیان به شهادت قرآن که میفرماید در پیشینیان بوده. لحاظا ما اعتقادمون همینه که پیشینیان همه روزه گرفتن و لحاظا عزیزان من این عبادت تاثیر گذاره و این مهمه. این ماه رمضان که این روزه فرض شده است، این حکمتش آنه
که ماه رمضان ماه نزول قرآنه و قرآن عظیم و شان بالاترین سرمایه امته، بزرگترین کتاب انسان سازه، بزرگترین کتابهای آسمانی هست، هم معجزه و هم کلام خداست، کلام رب العالمین. کتابهای آسمانی کلام پروردگار بودند، کلام به معنی سخنه ولی معجزه نبودند و این کتاب اونها را تغییر دادند، تحریف کردن امتها. وقتی که به انحراف پیدا کردن علمای منحرف در اونها تغییرات آوردن به خاطر منافع خود، ولی قرآن کتابی است که از تغییرات محفوظه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن الله تعالی حفاظت کرده و هیچ تغییرات و دست برده در قرآن موفق نشده که واقع بشود. و انقدر حافظان هزاران و میلیون حافظ قرآن به ذهن دارند و حفظ کردند و هم از دختران و پسران، زنان و مردان قرآن عظیم و شان حفظ کردند. و این خصوصیت این کتابه که الله تعالی این کتاب ظرفیت کلان داده و یک دانش گسترده در قرآن موجوده. شما کتاب نمیتونید توی دنیایش معجم پیدا بکنید که انقدر علوم مختلف در او مورد بحث قرار بگیره و بیان به صورت صراحت و اشاره قرآن عظیم و شان بکنه که در کتابای دیگه هست. ولهذا این خیلی کتاب حیاتی است، خیلی کتاب بزرگی است، کتاب مقدس پروردگاره و هیچ بشر و انسان حقان دلیل حقانیت و سند حقانیتش آن است که دنیا مثلش را نمیتواند بیاورد. دنیا تا یک سوره مانند قرآن نمیتونه بیاره. همه دلارهای دنیا را خرج کنند ولی نمیتونه یک سوره از قرآن درست بکنند. کسی نمیتونه. همه ادبا، همه شعرا، همه بالاخره اساتید دانشگاه های دنیا، اساتید ادبیات عرب جمع بشوند، عرب و عجم جمع بشه، جن و انس فرشتگانم بیاین همراه بشن، نمیتوانه مانند قرآن یک سوره بیاورد. این معجزه مهره که الله بر قرآن عظیم و شان زده است. ولهذا اگر انسان عقل داشته باشه، همین عقل مصنوعی، بله از این عقلهای انسان هزار درجه بالاتر است که عقل مصنوعی را وقتی سوال میکنند که وقتی میدن که در رابطه با قرآن آیات مانند قرآن بیاورید، جوابش همینه که مثل مانند قرآن کسی نمیتونه درست بکنه. عقل مصنوعی ولی شما میگه تورات بیارید درست میکنه، آیاتو میخانه، بگه از انجیل بیارید درست میکنه و میخانه، ولی وقتی که بگید از قرآن بیارید میگه که قرآن چنان این بافته و تافته چنان برنامه ریزی شده است که مثل ببخشید هوش مصنوعی، بله هیچ کسی نمیتونه مانند هوش مصنوعی. خود ایست، این یک موجودی است و یک مصنوعه که بشر ساخته او را و یکی از پیشرفت‌های اخیره و دستاوردهای انسانی است و این بالاترین دستاورده، ولی این دستاورد هم در رابطه با قرآن اظهار عجز میکنه. و این نشان کسی اگر بالاخره
قرآن قبول نداره بره از هوش مصنوعی سوال بکنه و جواب از هوش مصنوعی بگیره. آفتاب آمد، دلیل آفتاب این خورشید اگر کسی موجودیتش را نمیتونه انکار بکنه، چرا که خود خورشید دلیل بر وجودش. آبی خورشید نیست بگه این چیه پس. ولهذا اگر کسی قرآن قبول نداره، خود قرآن، اعجاز قرآن دلیل و که مانند قرآن نمیتوانند بیاورند. عربها نتوانستن که زبان مادریشون بود. بعد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم جنگ بدر و احد جنگیدن و حنین جنگیدن و جای مختلف جنگیدن با آن حضرت ولی کشته دادن و کشتن مسلمان را، ولی نتوانستن حتی یک سوره مانند قرآن بیاورند. و این سند حقانیت قرآن و سند حقانیت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی مبارک آن حضرت، سیره آن حضرت هست که آن حضرت سیرش بے نظیره و زندگی صاف، زندگی بی آلائش و زندگی است که الله او زندگی آن حضرت را دوست داره، بندگان دوست داره. بعد قرآن که خودش معجزه، لہذا حضرت رسول آنا آورده، این دلیل بر حقانیت رسالت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل حقانیت دین اسلام ہے، آخری دین خداست و تا قیامت ماندگار ہے. و لہذا عزیزان من، در برنامه قرآن، در برنامه آن حضرت، در برنامه دین اسلام روزه که از مهمترین ارکان دینه و لہذا به روزه توجه بشود. این مهم هست، حیاتی هست و سازنده و مفید برای وجود انسان. امروز به هر حال بهداشت جهانی به این اتفاق نظر داره که گرسنگی برای بشر خیلی مفید است و حتی بسیاری که روزه نمیگیرن ولی اعتقاد به روزه ندارن و گاهای توصیه شده که گرسنگی بکشن و این گرسنگی تأثیر گذار است. ولهذا این تمام این عبادات، از نماز گرفته، از زکات گرفته، از روزه گرفته، از حج گرفته، ارکان دین و فرائض دینان، این هم سازندن منافع مادی و معنوی دارند، دیگه منافع دیگری هم تامین میکنند. ولهذا وقتی روزه میگیرید چربی خون تو پایین میآید، قند خون پایین میآید، معده راحت میشه و انقدر ما بر این معده ظلم کردیم و ریختیم در معده و دادیم به معده و خوردیم که معده دچار ورم شده، دچار زخم شده، روده ها را مریضی گرفته و این مریضی به سایر بدن منتقل می شود. ولهذا با گرفتن روزه انسان سلامتیش تامین می شود، سلامتی حاصل می کنه. همین نماز که می خوانیم و همین نماز علاوه از این که عاجزی در مقابل پروردگار به سلامتی ما تاثیر داره و مسجد می رویم بیاییم پیاده روی است و این تاثیر داره. توصیه کردن که به نماز اگر خانه زیاد دور نباشه انسان به نماز جمعه پیاده بیاید، به نماز عید پیاده بره، به نمازهای 5 وقت پیاده بره و پیاده روی برای او تاثیر داره. نماز هم که پایین و بالا می شود این هم تاثیر داره و تمام اثرات مادی و معنوی برای ما دارند
و مفیدم برای ما و جامعه ما. و لحاظ عزیزان من باید این حرم محکم بگیرید. ماه رمضان هست، ماه خیر و برکات. در این ماه صدقه بدید و زکات اموالتون ادا بکنید. و در این ماه بیاد فقرا، بیاد مساکین، بیاد زندانی و خانوادهش و بیاد اونایی که افتادند در بیمارستان ها یا خانه و مریض شدند، کسب و کار نمیتونن بکنن، اونها را هم یاد بکنید، فقرا را یاد بکنید. این توصیه اکید دین شماست. دین تاکید کرده ما را به صدقات، به خیرات و مفیدن اینها برای شما. و عزیزان من مخصوصا زکات اموال بدید. توصیم به افراد که کاسب هستند و الله تعالی به اونا سرمایه داده، یعنی که سرمایه را دقیق حساب بکنند، قیمت روز بزنند و در اموال تجاری قیمت روز اعتبار داره و از قیمت روز زکات پرداخت بکنند. و در حال تنها خرید حساب نکنند، بلکه اونه که می فروشند و همون حساب بکنند و زکات اموالشون ادا بکنند. دقیق باشید در زکات. نگذارید که مال شما آلوده بشه با اموال زکات. وقت پرداخت نشود مال شما در معرض خطر قرار میگیره. و زکات، خیرات و صدقات مال انسان اضافه می کند. در این ماه رمضان توصیه می شود که ذکر زیاد بکنید. ذکر روزهش ثواب روزه شما را بالا می برد. هر عبادت فرمودند که هر اندازه که انسان در حج ذکر بکنه، در ماه رمضان ذکر بکنه، بیشتر خدا را یاد بکنه، درود بخوانه، استغفار کنه، توبه کنه، تسبیح بخوانه و تلاوت کنه در ماه رمضان، هرچه بیشتر ثواب روزاش، تأثیر روزاش بیشتر می شود. و هر عبادت که در آن بیشتر ذکره، ثواب هم بیشتری در آن. حج اگر کسی الله را به کثرت یاد بکنه، ثواب حجش بالاتر از اون انسانی که این توفیق نداشته است. ولی این رمضان به کثرت قرآن بخونید و تلاوت کنید، به درس قرآن شرکت کنید که هست. ماشاءالله در مسجد مکی درس قرآن جاریه توسط استاد تفسیر مولانا بدری و وقتش را وقف کرده در مسجد. و قرآن بسیار تأثیر گذار است. شما در ماه رمضان میتونه جوانان، میتونه خواهران، در بخش خواهران هم این تفسیر فکس میشه اونجا و به هر حال شرکت مناسبه. و تراویح شرکت کنید عزیزان من که قرآن ختم میشه، این ثوابش بیشتره. روزه بگیرید و شب قرآن بشنوید و این قرآن که میشنوید ثواب خیلی زیادی میبرید، تأثیر میگذاره در ساختن شما، تحول در شما میگذارد. لذا قرآن به کثرت بخونید، قرآن بشنوید به کثرت و سعی نکنید که کدوم مسجد زودتر حافظ سریعتر میخوانه برم آنجا که زودتر فارغ بشم. نه، سعی کنید که جایی بروید که قرآن صحیحتر میخوانند و قرآن آرام میخوانند، قرآن زیاد سریع خوانده نشود. و به هر حال متوسط خوب هست که انسان قرآن بخونه طوری که مردم بتوانند تحمل بکنند و حق قرآن ادا بشه، آیات فهمیده بشه، مردم بفهمند که داره چی میخواند. و لحظه خیلی
حیاتی این نکته و مهمه. نمازی که میخوانید به نام سنت تراویح هست و این نماز بسیار تاثیر گذاره. و همین که سه چیز حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که تمام گناه های انسان را عفو میکنه. من صام رمضان، یکی هر کسی که رمضان را روزه بگیره، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و من قام رمضان، روزه بگیره و قیام همه عبادت شبه و اینجا نماز تراویح که بخونه هم گناه ها مورد عفو قرار بگیرد. و هر کسی که شب قدر هم قیام بکنه و بشینه عبادت کنه هم گناه های او تمام بخشیده میشه. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکند و توصیه هم هست به آن که به زکات اموال توجه بکنید. و چون جمعه های بعض جمعه دیگر ما همین عزیزانی که نیاز مبرم دارن بعضی وقت داده می شود برای جمعوریه و این جمعه ما به هر حال به کسی وقت داده نشده و لحاظا شما را تشویق میکنم. جمعوری کمک نیست ولی تشویق میکنم که به حوزه مدرسه دارالعلوم که حوزه مدرسه مرکزی است و یکی از بزرگترین مدارس کشور هست و بلکه بزرگترین مدرسه در جامعه اهل سنت است و این مدرسه را توجه بکنید. الحمدلله این مدرسه الله تعالی فضل کرده به دعای حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه. مدرسه و با همت شما و همکاری شما و دعای خیر شما مردم الحمدلله مدرسه ترقی داشته، پیشرفت داشته و به همه حال که جاهای دیگه مدارس افت داشتن ولی مدرسه الحمدلله مکی افت نداره الحمدلله و طلاب خودش را داره و هم در قسمت خواهران و هم در قسمت برادران به علم و دانش تلاش می شود اینجا و تخصص اینجا تدریس میشه و این نظر لطف الله تعالی است. و مدرسه کمک کنید، شرایط اساسه و درآمد نیست و شرایط هر وقت و عادی نیست و لحاظا مدرسه را توصیه میکنن که مورد توجه قرار بدید. خودتون زحمت بدید به خود و بیایید برسونید. کم باشه یا زیاد به اندازه توانایی شما باشد شما بیارید برسانید و الله تعالی شما راضی میشه که شما خودتون قدم بزنید و بیایید به مدرسه و بخش اعظمی از زکات هایتون به فقرام بدید، مساکینم بدید، به خویشاوندانم بدید ولی تقسیم کنید، بخش اعظمش را بیاری مدرسه برسانید. دیگه مدارس هم بدید و انشاءالله نیاز مدرسه تامین بشه. الله شما را موفق بداره. نگید که سرمایه دارم میند، الله سرمایه دار و غیر سرمایه دار در این شرایط نمانده و سرمایه داران فریادشون از شما بیشتر است، فقرا بیشتر شده بالاخره میگه پول نیست و جیب خالیه، کارتا حالا جیبی نیست و همون کارتا خالی هست و بالاخره شرایط سخته همه ما میدانیم و الله تعالی این شرایط انشاءالله تغییر میده و الله مهربانی به بندگانش. و چند تا تذکر داشتم و یکی که هم بود که به هر حال بعضی افرادن که اکثری دردهای دارن و در جامعه و درد که دارن اون وقت دیگه همه را پوش میدن و گاهی به مقدسات هم توهین میکنن و به هر حال این از لحاظ عقلانیت ضعف عقلی هست.
هم انسانی که عقل داره، انسانی که دارای تمدنه و بالاخره دارای فرهنگ، انسانی با فرهنگی است، با تمدنی است، انسانی که دارای عقل هیچ وقت توهین نمی کنه. توهین به ملت ها، توهین به مقدسات ملت ها هیچ تفاوتی نداره. شما یک ملت را کسی پوش بده و اهانت بکنه یا مقدسات اونها را پوش بده، بلکه به پوش و توهین مقدسات ملت ها بیشتر جریح دار میشن. میگه ما را پوش بدید ولی نه مقدسات ما را. ولهذا توصیه میکنم که بالاخره این نوع افراد که این توهین ها را میکنن دستشون بالاخره کسانی که دارن بگیرن و نگذارن اینها را که توهین میکنن. توهین به هیچ ملت از لحاظ عقلی و از لحاظ به هر حال شرعی هم بل توهین در اسلام و در ادیان به هیچ کسی روا نیست که کسی ملت را توهین بکنه یا مقدسات و ملت توهین بکنه. و اینها کار عقلان نیست. اینها انسانهای احساساتی هستند و انسانهای خفیف العقلان که عقلشون زیر پا هست و عقل ندارن. و امیدوارم که جامعه همه الحمدلله همه افراد جامعه به عقل داشته باشن. اگر کسی گناه میکنه و اگر کسی بر کسی اجحاف و ظلم کرده، مقدسات چه گناه کردن که مقدسات توهین بکنه؟ و بالاخره او بدانه با کسی که ظلم کرده از دست او همون ظالم فریاد بکنه، نه به مقدسات. و یک تذکر دیگر آن است که آسانی در امر ازدواج و به هر حال الان در این شرایط ازدواج همه موندن، هیچ کس نمیتونه طلا بخره. طلایی که با این قیمت بالا رفته که همه ما میدانیم، چه کسی میتونه طلا تهیه بکنه؟ ولهذا این از قدرت همه خارجه. الا ماشاءالله اگر کسی تکتو کی جایی باشه که بتوانه. ولهذا این ازدواج را به تاخیر نیندازید برای نبودن طلا یا بیاید توی تالار پذیرایی بکنه. چه ضرورته که به تالار پذیرایی بکنه؟ فهمی خانه تو نیاز نیست 1000 نفر کسی را گفته که برای کمک بکنه. ایدمی چند روز قبل ازدواج من که از کارمندان حوزه و خدمتگزاران از من گفتن که چه مشکلتون چیه؟ گفتن که مشکل پذیرایی داریم، ولیمه داریم. گفت میمان؟ من گفتم چه اندازه؟ گفت 1000 خورده. گفتن 1000 چرا؟ آقا 40 نفر 20 نفر 30 نفر 100 بالاخره پذیرایی بکن. و 1000 نفر از کجا پذیرایی بکنن؟ بگه چند تا خانه خالی کردن و در همون خانه ها پذیرایی بکنن. و بالاخره این یک رسم افتاده که هم اولیای دختران و خانواده دختر تقاضا میکنه که اینقدر پذیرایی زیاد بشه و بیشتر تقاضای اوناست، چون به نفع خانواده پسر نیست که پول داشته نباشه بره از کجا قرض بگیره. ولهذا نتیجه اینه که ازدواج به تاخیر میفته و آسانی بکنه. و لااقلش هم اینه که بر سر مهریه بگذارید، هرچی که نرسید آینده تهیه بکنه و آسان بگیرید تا جوانان ازدواجشون شکل بگیره، صورت بگیره. این برای دیانتشون هم مفیده. و به هر حال ازدواج نصف ایمانه و ایمان حفاظت میشه، دین انسان حفاظت میشود. و
انشالله در این رابطه توجه و ماریار حالا سنگین نکنید. حالا سکه ها بعض میخوان عقده ببندن. چقدر ماریا؟ 100 سکه، 50 سکه، 2 سکه و این سکه ها خیلی سنگینه. حالا بالاخره یک چیزی ما بگذاریم که باید گذشته ماریا اگر سکه زیاده در فامیله بوده حالا تغییر بدن، پایین ترش بیارن، سکه ها را کمتر کنن و به هر حال آسان باشه که بتوانند جوانان ازدواج بکنن. و آخرین نکته که به هر حال کشور ما مقدار صحبت از جنگ و به هر حال جنگ هیچ کسی تمنای جنگ را نکنه. حدیث آمده است که شما تمنای ملاقات عدو و دشمن را نکنید. هیچ کسی تمنای جنگ نکنه. چرا؟ که جنگ خسارت خودش را داره، نقصان خودش را داره. جنگ تباهی به بار میاره، به اقتصاد ضربه میزنه، به زیر ساختن ضربه میزنه و کشته است، کشته میدن ملت ها. مردم در اثر جنگ توان داره برای ملت ها جنگ، ولی از جنگ کسی تمنا نکنه. و به هر حال برای پیشگیری از جنگ و به هر حال به دست مسئولان هست که تدبیر بکنن. و بنده مناسب میدانم اینو و بسیار حیاتی هست که زندانی های سیاسی را همه آزاد کنه. زندان و مخصوصا زندان های اخیر که در این خیزش اخیر و 18 و 19 دیما و قبل و بعد در این به هر حال خیزش ملی در هر صورت اینها دستگیر شده‌اند. اینها مناسب است که آزاد بشه، اینها را بدون قید و شرط اینها را آزاد بکنند. و یک سری به هر حال کارهای انجام بگیره که شاید اثر بگذاره و شاید به رضایت الله تعالی را ما به دست بیاوریم که دیگه مشکلات بزرگتری سر من نیفته. الله تعالی همه ما را توفیق عمل عنایت کند و عاقبت همه را الله تعالی به خیر بگردانه. و این روزهای دعا و تضرع و زاری به بارگاه الله تعالی هستند و رمضان دعا قبول می شود. از گناه ها سخت پرهیز کنید که در روزه اثر منفی می گذارند، مخصوصا غیبت نباشه و دروغ نباشه و تمام گناه. حدیث آمده که هر کسی خوردن و نوشیدن ترک بکنه ولی گناه را ترک نکنه، هیچ نیاز حاجت به روزه او نیست. چه روزه نه برای خودش مفیده و نه مایه رضامندی الله تعالی می شود. و الله گناه روزه بگیرید از گناه، پرهیز کنید از گناه و دعا زیاد کنید که دعا در ماه رمضان مقبول می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.